نگاه داره دورو خوب هستی سینون؟ خوبم دکتر. دلا خوب هستی؟ سخت ترسیدم. آقای طاهر ایستا با هیچ کجا نمیروی سینون. میپرونی ها؟ با این احوال دور رفتن نمیتوانی. تو بلای جان من شدی دکتر. آگر کتیه دلم خوناکه و چاوم شما تجمن دور کتی بجرم یا چاوم رندامم گورامم چند سال البنداتم ولی چند سال البنداتم ولی چند سال در اینجا چیکار میکنی؟ برفین گوش کن، با تو گپ دارم. همین قدر عذاب‌های دادت بس نیست مگر؟ باز چی میخواهی؟ چی گفتن میخواهی؟ گوش کن برفین، تو حالا هم همسری من هستی، چیزی تغییر نیافته است. از این زیادش میشود مگر یومس؟ در خونه یک زنی دیگر میگردد، این کم است مگر؟ برفین، از پشه فیل نساز. با تو بارها گفتم، فهماندم، به خونه همون برگرد، همه چیز مثل پیشتر میشود. البته زیلم برایت کمی میکند، باز برفین را میخواهی؟ برفین، مثل کودکان رفتار نکن. بس سکنون، بس! تو رو دیدن نمیخواهم، از تو نفرت دارم. رو از اینجا. برفین، رو! چیکار میکنی دخترم؟ به خدای رو دیگر به اینجا نیا. مایلش برفین، بگذار گفته ای تو شود. وظیفه نوبتیت به خود رساندن این شخص است. آخر او دکتر دهه آبی کلان طاهر. دکتر با مردم خدمت میکند، بر ضد تشکیلات مبارزه میبرد. همه همین طور فکر میکنند، اما در اصل این طور نیست. یعنی چه؟ آج شکر را در خاطر داری؟ آن خواهی وطن را من کشته بودم. دکتر طاهر هم مثل او یکی از خائنان و جاسوسان وطن است.
تنها یک فرقیت دارد، از دیگران خطرناکتر است. چی خیلی خطرناک؟ با زمانی در اطرافش بوده نیتی به دولت ضربه زدن را دارد. وظیفه ما پیش روحی او را گرفتن است. چتین از این پس همراهی چتین کار میکنی. او سرداری تو میشود. چه کار و چه خیل کردنت را او به تو میفهماند. فهمیدی؟ فهمیدم. حالا باشد از پسی کار شوید. در کوتاه‌ترین مدت خبری مرگ دکتر طاهر را شنیدن میخواهم. او را مرده فکر کنید. اکنون را سلامت باش دیلا، مرا نجات دادی. خدا شفا دهد سینان. تشکر دیلا. سینان، نفری که قصد جانت را کرد از آدمان تشکیلات بوده، میتوانی؟ نه، این کاری تشکیلات نیست. تو من بعد از سربازان هفتم تشکیلات این کار را نمی کند. این کاری باطنی خائن است. برای مرا به قتل رساندن همه کار را می کند. او رو نپرانده گریخته آمدی. چه علاج باتن؟ این دفعه نشد، دفعه دیگر. دفعه دیگر نمی شود. او رو در یگان گذرگاه پرتافته در دری جسدش می نگذارید. از خودش فایده نرسید، خلال از جسدش فایده رسد. برید! زود به من یک بمب یاب ایتین. بمب را چی کار میکنی باتن قماندان؟ نقطه تیبی رو به خاک یکسان میکنم. دیلا، چی شد؟ دستم رو بریدم. بیا کمک کنم. از فداکاری برای من کرده خبر دارم. تشکری زیاد دیلا. کدام فداکاریم آقای طاهر؟ با سینان شرطنامه بستنت رو میدونم. من شما رو نمیفهمم آقای طاهر. با سینان گپ زدنت رو شنیدم دیلا. من یگان خیل شرطنامه نبستم. شاید نادرست شنیده باشید. یلماز چی خیل است؟ همان خیل.
چرا این طور کردم؟ چرا؟ دخترم بس است اکنون. خودت را عذاب ندی. نباید با او جنگ میکردم. کاری خوب نکردم. پشتش را گردانده رفت. رفته عذر میپرسم. شما باید مادر جان چیکار کنم؟ چیکار کنم مادر؟ آرام شو دخترم. اول آرام شو. لیکن او هم سزاوار بود. نه مادر جان، رفته عذر میپرسم. کی میداند او در چی حال است؟ رفته عذر میپرسم. دخترم حالا احوالت خوب نیست. اول کمی استراحت بکن، بعد به نزدش میروی. نه مادر جان، میروم. شاید حالا در مکتب باشد. شاید دخترم. خدایا التماس به ما کمک کن. اکا درس تمام شد. بله بچه ها می توانید روید. وظیفه خانگی را اجرا کرده بیایید. فهمیده؟ خوب هستی یلمز؟ خوبم زیلان. از چشم آب گرفتم، لیکن برده نتوانستم. گفتم شاید تو به من کمک میکنی. البته زیلان، البته کمک میکنم. زیلان، از حضور او رو زیلان میگویی ها؟ یلمز خوهین، من باشم به نزدش برای عذرخواهی آمدم. اوه منی به عقل. برفین؟ اکا یشار؟ بله منم یشار. حیران شدی برفین؟ چند وقت باز نبودید؟ خوش آمدید. خوش باشی. در شهر بودم، برای کار رفتم. دودرم رو همراه هم گرفته آوردم. سلیم رو شناختی؟ شناختم اکا یشار. تو از پسر دیده زیباتر شده ای برفین. من کمی سر و سیمم، باید روم. خیلی نخزمان برفین. برفین ای سلیم، تو چه کار میکنی؟ برفین را هیچ فراموش کرده نمیتوانم. گوش کن، از شوهرش جدا شده باشد هم حالا هم آیله دار است. از شوهرش جدا گفتید؟ رفتیم. برفین چی شد؟ باز چرا گریه میکنی دخترم؟ نشد مادر جون. گپ زدن نتوانستم. آنها علکی مثل زن و شوهر شدند. برفین از برای خدا اول کمی آرام شو، به خود آی. خوب فکر کن. و چی رو دیدی که این طور میگویی؟ شاید ندرست فهمیدی، شاید خطا کردی. نمیدونم، شاید همین طور باشد، لیکن دیدم آخر. مادر جان
گویو چند سال است که زن و شوهر باشند. دخترم هوا تاریک نشده رفته کوزه را پوری آب کرده بیار. قهرت هم پست می شود. بعد یکان چیز فکر می کنیم. مالش مادر جان. خوش آمدید. خوش باشی طاهر. خوش باشی دکتر. چیکار کردی فؤاد؟ یگان مشکلی نبرآمد؟ نه طاهر، دیگر دهه ها هم دسته محافظان را تشکیل کردند. آفرین فؤاد، در مدت کوتاه کاری خوبی را انجام دادی. آقای زینال هم خدمت کلان نمودند. من هم در ده هم دسته محافظان را تشکیل میکنم. ما برای با سلاحداران زید برآمدن آماده ایم و با این نابکاران مبارزه میبریم. آیتن، اینطور نگاه کردن نیست تو. زودتر تیر را به اسلحه جا کن. اکی دکتر با آقای فؤاد خبر خوش را نمیگوید؟ راست. فؤاد دیلو به دهه برگشت. حاضر در درون است. دیلو به دهه برگشت؟ باطن قماندان بهترش باری دیگر فکر کن. پیشوا هم راضی نمی شود. وقتهای آخر نمی خواهد که به مکتب، مسجد و نقطه طبی ضرر رسد. غیر از این از فرمانهای آخرین خبرداری. این گپ ها رو یک سو گذار. ما جنگاوریم، نباید به این گونه چیزها اهمیت دهیم. همین که دکتر به درون درآید نقطه طبی را به خاک یکسان میکنم. طاهر گفت لیکن باور نکردم. خدا را شکر صحت و سلامت برگشتی. چه حال دارید دیلا؟ خوبم آقای فؤاد. تو خیلی پزمان شدم دیلا. خانه داشوی من بسیار طول کشید دیلا. یولماس هم در ده هست. اگر همه کم آمده تو را خوزگاری کند می شود دیلا. زود روز توی را معین میکنیم. نمیدونم آقای فؤاد، با یولماس گپ زنید. من با یولماس گپ میزنم. دیلا با این حریف خانه دار میشود. در دنیا دیگر آدم نیست مگر. بله، کودک بیچاره چند روز است که بیمار است. نمیدانیم چیکار کنیم. من یک رفته با یولما صحبت کنم طاهر. من رفتن نبیرم را بیارم. یک بار او را میدیدی دکتر. من هم با شما رفتن میخواستم، اما تو سینان را به سربازان است برام از ده برآمدن نمیخواهم. راست میگویی. تو همین جایی دکتر. خیر، در امان خود. خیر روی سفید. تا بازدید طاهر. به قبرت در را دکتر. گیر این را گیر. چرا این کار نمی کند؟ چرا تعمیر نکردید؟ کلنگش کار نمی کند. عزیزم چی شد با تو؟ خوب هستی؟ کمی سرم چرخ زد. رفتیم به نقطه تیبی میرم. نه لازم نیست.
کمی استراحت کنم میگذارد خواطر نشه. از این پس کارهای وزین نمیکنی. با تو ضرر داره. بیا رفتیم. همش با عیبی سینان او رو میکشم. تو چی کار میکنی دکتر؟ جانم برآمد آخر. سربازان در راهن سینان. خوب فکر کن. اگر اعتراف کنی تو رو میکشم سینان، میکشم. برفین گپ نمیزنم دکتر. به خودت رو عذاب نده. عبدالله بن ناموس رزین حیاتت رو سوزاندی. تو رو میکشم تو رو. همه رو به سلیمت تو آوردی. با عیبی تو لباس عروسی نپوشیدم. با عیبی تو شوهر با کسی دیگر خونه دار شد. تو از ما چی میخواستی؟ چی میخواستی؟ گپ زن. چرا ما رو بدبخت کردی؟ صبر کن. سردیت میکشم تو رو سردیت میکشم. شین پرچه شین. برفین راست میگوید. تو بسیار خانه ها رو سوزاندی. آدمانی زیاده رو کشتی. اپام خدیجه و همسرم رو تو کشتی. من بهری دعوایمان مبارزه بردم. سینان تو حالا هم حقیقت رو نمیبینی؟ دعوایی بر حقی گفتد تنها آدم کشی است. شما هموطنان بیگناه خود را به قتل میرسانید. گذار. شما ابله‌ها بغیر از گپ زدن دیگر هیچ چیز رو نمیدونید. این دفعه تمام. شد برفین. برفین؟ تو همینجا بودی دخترم؟ ها بله به نزدیکم آمدم. چه شد خالای جلال؟ آقای مسلم این بگاهی برای خواستگاری تو آمدنی. چی شد مادر؟ این بگاه به خواستگاری دیلا می آیند. مبارک شود دیلا. تشکر زیاد آقای طاهر. چی گپ است مراد؟ بیرون از دیه زد و خور به عمل آمد. با فکرم سربازان با سلاحداران برخوردم. الدا هر دیتان نباید است. اما عقیده تو رفته همه را جغ زن. با کمکی سربازان می روی. فهمو. بله. برفین چی کار میکنی؟ ایستو برفین. سربازان را هیچ گریز میکنم بازم کمدان. یک تای دیگر دهید. فهمیدم بطور.
حالا هم از من میترسی؟ زد و خورد رفته ایستاد هستم. بله. باجی یعنی آقای مسلم خونه دار میشوی؟ بله، خدا خواهد. این کار نکن نیلا. کسی را که دوست میداری به همون خانه دار شو. بس کن سینون. چرا رنجیدی؟ من فقط با دوست داشتت خانه دار شو گفتم. خوشبخت شو گفتم. تو کردار نشو سینون. کاری تو نباشد. راست میگویی. کاری من نیست. میخواهم تو خوشبخت شوی. یگانه خواهشم همین است. چی شد؟ طاهر دیگه پرانه هنگامی به ده هجوم کردنی با سربازان آماده رسیدم. این بیناموس از کجا پیدا شدند؟ سالفیر پرانه طاهر تو همین رایی. سالفیر تو چیکار میکنی؟ ما را محاصره میکنند. به خفا برمیگرده. سالفیر تو خوب هستی؟ پرانه خودت رو احتیاط کن دیلا. احتیاط کن. زد و خورد به آخر رسید. کنی بینم با سینون رو برده است یا نه؟ چیکار پس پدر؟ کارا چی؟ مین بعد با کارهایی که با تو دخل ندارم بینی نخوام. فهمیدی؟ انا همین کار. بله. ها دیگر از خونه نمیبروی. از این پس در خونه میشینی. فهمیدی؟ بله فهمیدم پدر. ها اگر از خونه برایی پایت رو میشکنم. فهمیدی؟ ها بله پدر. اگر برایی پایت رو میشکنم و تو رو میکشم. مونه دیگه که من اسیر باشم.
فرشین یگان کس زخم دار نشد آقای قماندان. خدا را شکر کسی زخم دار نشد. در وقتش اومده. خوش آمدی قماندان. خوش باشید. پسرم این سلاحداران باز از کجا پیدا شدند؟ نه؟ نیتی ترکاندن نقطه تیبی رو داشتند. با فکرم برای کشتن سینان آمد. رفته. بزخونوک نخوری این رو من برای تو آوردم پیچون و گردنت تشکر حالایی سخته بدست میرفتی بزخونوک نخوری پیچون انا مینتم تشکر وی این طور میشود مگر تو محافظی برای ما شدن در سردی زمستان برای در خونوکی بیمار میشوید این رو پیچون نخدکت پیچون تو نباید بیمار شوید آلدا حالاییست من با تو چکار کردنم رو میدانم دکتر باز چی شد است ها؟ باتم برای بردن سینان آمده بود اما با دستی خالی از اینجا خوب البته کاری خوب کردید آنها را به دیگر راه ندید حتی یک روزمون بی بلو نمیگذاردی آقای طاهر چی شد اینا؟ سینان گریخت ای خدا چی گریخت؟ ای خدا زخم دار است دور رفتن نمیتواند یون بست این خواهی چطور گذاشته باشد پاسبان نگذاشتید مگر نزدش پاسبان گذاشته بودم دیلا سینان چطور گریخت؟ نمیدونم پاسبان روی را دور نموده گریخت است تقسیم شده همه جا رو کابل کسی نیست چه؟ اینجایم بیا بسیار هم سلاح خوب است حاجتی به ده در آمدن نیست هدفت را از 1000 متر دوری نیست میکنی چی را فکر میکنی؟ یا اینکه حالا هم شبهه داری؟ به خائن بودن دکتر باوری نداری؟ من از دکتر باوری نداشتم شاید در این کار خطاگی شده باشد گفتنیم لیکن در دست دلیل داریم در روی بودن دکتر را من به تو اثبات میکنم که چه؟
حال داری اکی احمد؟ خوبم آلدو خوبم. خدا شفا دهد. تشکر آقای دکتر. میروی. خدا شفا دهد اکی احمد. تشکر قزبان. خوش اومدی قزبان. آلدو اینقدر گردن بندت زیبا است. به تو زیبی دهد. قزبان اگر آدم زیبا باشد هرچی پیشت به او میزیبه. ها فهمیدم زیبی دست. زیبی دست از کجا افتی؟ چین را به تو داد؟ چند سال شد در صندوق بخوابید لیکن نو گرفته پوشیدم. تو این رو ندیده بودی تو قزبان؟ حالا همین جایی. احمد را گرفته با خانهشون بودن. بگذار استراحت. خوش از دکتر. احمد رفتیم. ای دختر من با تو از خانه نبرو نکشته بودم. بس کنید. من محافظم. آقای دکتر مرا جزا زد. من به تو نگفته بودم که به این کاردون نشو. شما نمیخواهید که خزبان بهر ده اما خزبان. بله خدمت کند و لیکن اون تنبل است. خانه رو روبچی نکرده است. برای همین رو جمع میکنه. خیلی پیش درو. دختری بیا خال. دکتر دو نفر به نزد تو آمدن. کی باشن رئیس؟ به خدا من هم آنها را نشناختم. بیگانه از روی گفتهشون آوازه تو رو شنیده تو رو دیدن خواستند. از قیافهشون معلوم که از شهر آمدن. مایل شما ایستید من مایلش. حالا اسقزبان تو را به شمر ندیم نمیمونم. کمون برادر. آلدو یعنی چند سال شده؟ این قدر زیبا بوده است. خودت گفتی آلدو؟ خدای توبه قزبان تو چه میگویی؟ من زن هستم مگر میگویم؟ این طور باشد که گفته. آقای آلدو الکی گردن بند رو بسته ای کوس؟ به خدا خیلی زیبیده است. رنگش هم نودش هم همه زیبیده است. بیشتر این آلدو تو مگر چکار میکنی؟ کجا نشو؟ چی؟ آلدو تو مگر خیلی که منی دیوانه که اخلاق میشکنم سنده گفتم و تو اجازه دادست که آلدو من با بیان چکار میکنی؟ اینجا بیار حالا اسم با تو فرقم میزنم تو با دیوانه خونه خوردن در کن اینجا بیار قزبانی دیوانه جای دیوانه خونه مردها همتون از یک خاک تو آقای دکتر مهمان ها همین هایند. من اونها رو نمیشناسم. بیا آقایان دکتری ده همان همین کس. با ده های ما خوش آمدید. خوش باشد آقای دکتر. از شناسایی با شما شادیم. بیایید مرحمت به درون دارید با حضور صحبت کنید. ما با آقای دکتر تنها صحبت کردن میخواهیم. بیایید کمی سیر و گشت کنیم. با من در کدام خصوص صحبت کردنید؟ اول خودتون رو معرفی کنید. گفتنیم که ما کوشش هایتان را شنیده برای دستگیری به کمک شما پول آوردیم. پول. همین قدرش کفایه؟ شما مبارزه‌تان را دوام دهید. قسم دیگر پول را بدتر میگیرید. پول؟ من این پول را قبول کردن نمیتوانم. برای خریدن سلاح تیر پول لازم می شود. ما برای خودمان مبارزه میبریم. بر ضد سلاحداران این را با امکانیت و قدرت خودمان میکنیم. از کسی قرضدار بودن نمیخواهیم. مثل سلاحداران شدن نمیخواهیم که با پول سلاح به دست میگیرند. دکتری بی‌عقل. یلماز چیکار کردید؟
سینان را نیافتیم. گریخته رفته است. کاری خوب نشد. سینان را از دست دادیم. آن آدمان کی بودند طاهر؟ نمایندگان یک تشکیلاتی که به ما کمک کردند خواستند. پول آورده بودند. ها راست یک عالم پول بود. خوش. من پولها رو نگرفتم. ای دکتر چرا نگرفتی؟ وقتی که پول گرفتی از تو یگان خواهش میکنن رئیس میفهمید. من از کسی منت شنیدن نمیخوام. ای دکتر تو آدمی عصیبی. اول اون پولها رو میگرفتی. طاهر حق است رئیس. بر عوض پول روزی حتما چیزی خواهش میکنند. نمیبینید که با سلاحداران چگونه رفتار کردند؟ راست میگویی. از کسی منت شنیدن نمیخواهیم. ما نباید پیش کسی سرخم کنیم. ای شد بس. دیدی طاهر با خارجی ها همکاری دارد. آن آدمان باشند از تشکیلات خارجی بودند. طاهر دولت را استفاده برده در اطرافش آدم جمع میکند. یگان روز گروهی خود را تشکیل نموده بر ضد دولت میبراید. بناموس. یعنی همه را فریب داده است. این گونه آدمان را جاسوس مینامند. اول دل مردم را میابند، بعد آنها را میفروشند. من به جای کارم میروم. خبری مرگ دکتر را انتظار میشوم و تو موفقیت کیچه. خوب شده سردار. برفین دخترم تو هم آمده کمک کن. هیچ نباشد خراب پس. لیلا از همه دوگانه نزدیکت است. دخترم و خواستگاریش می آیند باید تیاری بینی. تا وقتی که اون زن در اونجاست من با اون خانه نمی روم. شما هم با اونجا نروید. دخترم این طور نکن. لیلا می رنجد. مرا مجبور نکنید مادر جان. مایلش خیلی که خودت خواهی. مادر جان. یلمز پسرم چی شد؟ سینون را دستگیر کردی؟ نه گریخته رفت. برفین چه حال دارد؟ خیلی که میبینی خوب است. مادر جان این بیگاه ما را تنها نگذاریم. یلمز پسرم نادرست نفهم. شاید ما نوییم. بین هم خانهتان تنگ است. این طور می شود؟ مادر جان شما هم آیله ما حساب می شوید. ما بغیر از شما کسی دیگری نداریم. طاهر هم به خانه می آید. مایلش پسرم خیلی که خودت خواهی. من لیلا را گرفته می آرم. مایلش. مایلش مادر جان من هم به خانه می روم. به زیلان کمک می کنم. دیلا یلمز برگشت. سینون را نیفتند آقای طاهر. میدانم دیلا میدانم. آقای طاهر این را از زمین یافتند. شاید از کیسه سینان افتاده باشد. به فکرم حجت است. شناسنامه سینان است. سینان حتی کرد هم نبوده است. ایست
کسی؟ ابله نگاه کردن نیست و آمده کمک کن. سینان، با خدا اون سینان است. دوید سینان کماندان برگشت. سینان کماندان آمده. سینان برگشت. کماندان آمده. خوش آمدید سینان. یا با حالم گذارید. شد تمام شد. سینان برگشت. سینان آمد. از پس کارهایتون شوید. روید. سینان به تو چی شد؟ داره یاری دهید. اینجا بیاره. اگر یگان کار دیگر نباشد ممکن است به خانه روم آقای طاهر. برای بگاهی تیاری میبینی؟ بله آقای طاهر. مالش رفت دیلا. تشکر به شما. یگان احتیاج داری؟ یعنی اگر از دستم آید؟ نه تشکر آقای طاهر. من هم برای بردنی تو آمدم. مادر جان ممکن است کمی صحبت کنیم؟ بخیر است پسرم. مادر جان یک بار با دیلا گپ میزدید. درباره چی گپ زنم؟ گوش کنید مادر. دیلا فؤاد را دوست نمیدارد. در این صورت خانه‌دار شده هم حیات خودش را میسوزاند هم از فؤاد را. نمیدونم برای چی این کارو میکند، لیکن باید نفری پیش راهش را گیرد. مادر جان از دیگران دیده شما با او نزدیکترید. در این باره با او صحبت کنید. التماس با او گپ زنید مادر جان. پسرم یا اینکه تو؟ نه میدونم که دیلا مرا دوست میدارد، لیکن من حالا با این چیز تیار نیستم. من نیتی خانه‌دار شوی ندارم، لیکن با بدبختانی دیلا هم راه داده نمیتوانم. مایلش پسرم، من گپ میزنم. اوی شهر است. آب داری برادر؟ نه ندارم. کار تنگ شده. دیلا ببخش مرا. استغفرالله خدای جلال. گوش کن دیلا، تو هم مثل دخترم هستی. از برفین کم نمیدونم. مرا نادرست نفهم، لیکن این کاری بازی نیست. اگر فؤاد را دوست نداری، حالا که فرصت هست رد کن. فؤاد تو را بسیار دوست می‌دارد، لیکن کی را دوست داشتنی تو را من نقص می‌دانم. گفتنیم که طاهر نیتی با تو خانه دار شد. من خلاصم رو برآوردم خدای جلال. با فؤاد خانه دار میشوم.
دیگر در خصوص آقای طاهر گپ نزنید. من با فؤاد وعده دادم و از وعدم نمیگردم. خودت میدانی دخترم، خودت میدانی. چی گفتی؟ آنها خونه دارند و برفین یولمز را نمیخواهد؟ ها همینطور. یعنی همین خلگوی دیگر با او زندگی نمیکند ها؟ ها نمیکند. چی گویم؟ عاقبتی هر دویشان بخیر باشد. کنی به من گویی؟ تو چرا اینقدر میپرسی ها؟ هیچ، واقعه های دیه را دونستن میخواهم. واقعه های دیه را دونستن میخواست است. تو برفین را میخواهی یا من میدونسته باشم؟ با تو یک مکتوب دیهم و برفین میدهی؟ ها البته میبرم. با من ده. لیکن یولماز نفهمد. میبرم مکتوب رو میبرم. تو پروا نکن. خیر خیر خیر. یلماز خوب هستی؟ خوبم. من جمع میکنم. خوب ملش. چی شد یلماز؟ با کجا میروی؟ هیچ، کمی سر و گشت کردم. میدونم با نزدی برفین میروی. برفین 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 برفین. قزبان بخیر است؟ به خدا خوب یا بد بودنش رو نمیدونم، لیکن به تو مکتوب فرستادند. کی مکتوب رو فرستاد؟ داده یکی یشر. سلیم رو میدونی؟ چرا با من مکتوب فرستاده است؟ من از کجا دونم؟ گرفته خون؟ خدایا توبه. سلیم به تو عاشق شده است برفین؟ تو مکتوب رو خوندی؟ بله کمکش رو. خوش باز چی نوشته؟ وای چی بود؟ نوشته است که از اول به تو عاشق بوده است و به تو خورادار شدن میخواسته است. یا خدایا این آدم دیوانه است مگر نمیداند که من اویله دارم؟ البته، لیکن با شوهرت زندگی نمیکنی کو. اگر خواهی جدا میشدی. قزبان چرا اینطور نگاه میکنی؟ تا آخری عمرت در نگاه یلماز میمونی. بین همه مرتوی خیلت. الدارا بین چیکار کرد؟ تو برای غم خودی او میباشد پروایی تو را ندارم. نمیخواهم قزبان، نمیخواهم. این موضوع رو محکم کن. دیگر در این باره به کسی نگوی. التماس به یلماز هم نگوی. من فهمیدم. دیگر در این باره گپ نزن. فهمیدم. به کسی نگوی. رو اکنون رو. مایلش. خوش آمدی. خوشبخت بوده است برفین. از یلماز جدا نشده در حال طلبکارش پیدا شد. باز مکتوب هم نوشته است. چه خیل مکتوب؟ و چی ها میگوید؟ برفین مکتوب از کی آمده است؟ برفین کاره چی؟ مکتوب به من آمده است. چرا کردار میشوی؟ برفین در رو کشا. برفین گپ زن. آن مکتوب را کی فرستاده است؟ مکتوب رو دادی قزبان؟ خوش چی گفت؟ البته کمی ناز کرد نمیخواهم گفت لیکن به فکر من تو رو دوست میدارد. به این هم از یلماز جدا شده است. دختر بیچاره رو سخت عذاب میداد.
راست میگویی. انشالله گفتت راست است. تشکر زیاد قیزبان. اوی تا خم رو کفاندی الدو؟ بگذار کفت قیزبان. بخیر است الدو؟ این رو باید من از تو پرسم قیزبان. چرا با اون جوان گپ میزنی؟ اون جوانی گفتد داده یکی یشر. خاموش من کی بوده اون جوان رو نقض میدونم، اما درباره چی گپ زدنتون رو نمیدونم. در وقتی نبودنش واقعه های دیگه رو فهمیدنی شده است. از صحبت دور و درازتون معلوم هست که واقعه های خوب و بد دیه رو یک نقل کردی. گوش کن الدو. از دستی دختران گردن گرفته میبندی خوب و کاری من بده؟ کنی به سوال من جواب ده؟ کنی جواب ده؟ اگر کسی خوزی رفته همون گردنبند رو پورا نکنم دو ما عهدو نبوشه. حالا میبینی ایسا الدو نگرست اینجا بیا. دلا در کجایی؟ دلا تو در کجایی؟ دلا در کجایی؟ با خود بیا سینان. دلا من در کجایم؟ در قرارگاه هستی. سینان قماندان به خود آمده است. با قرارگاه میرم گفته غیب زدی. تا این وقت در کجا بودی؟ خیز ابله کسی در ازی همه حسابات ده. من به کسی حسابات نمیدیم باطن. اصلا تو حسابات دهی. اگر همشیره دیلا به نزدم نمیدر آمد آدم تو مرا میکشت. دمت را گیر. تو کی هستی که مرا گناهکار میکنی؟ تو خودت کی هستی کنی گبزان؟ چطور تو به دستی محافظان اسیر افتادی یا اینکه با اونها همکاری میکنی؟ من خواهی نیستم پلید. سینان تو چی گفتنت رو میدونی ابلهی نابکار؟ این نابکار سینان تو چی گفتی؟ سینان تو چیکار میکنی؟ آتن ایسته جنگ نکنه دست بیاید سینان رنگ‌های دلگیر کننده را با سرودهای نو عوض نمایید. عشق منو نشکن، فکر من نیستی اصلا نبود. عزیزم از تو رفتم یادت نکردم عزیز دقیقاتی تو را در بر ندارم هوای دیگره بر سر ندارم آچا جان مادر عذابم تو از شهر خدا اینجا رسیدی چی در کوه نگاهم خانه سازی خواهی که تو خانه دل آباد کنی آن به فقط در دلی پایه آچه جان شیری سفیدم دادی پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.